خدا از کجا پیدا شد؟ پیش از آفریدن عالم او چی کار میکرد؟ این سوال ها از تصورات برمی آید که همه چیز از جمله خدا مانند آدم از جهت وقت و فضا محدودیت دارد و بیرون از کانتینوم وقت و فضا هیچ چیز نیست. این فکر از جانب جمعیت علمی مورد شبهه قرار گرفته بود. پس از آن که اینشتین نظریه نسبیت خود را تصویه نمود تماما رد کرده شد. نظریه نسبی بودن وقت، نسبی بودن همزمانی به سرعت جسم، وابسته بودن وزن آن را آشکار نمود. یعنی محدودیت تصورات های فیزیکی کلاسیکی را عاید فضا و وقت مطلق دیگر خیل کرده گویم حتمی نیست که عقیده عاید در چهارچوبه به تغییری فضا و وقت محدود بودن همه موجودات به حقیقت موافقت کرده باشد. خلاصه علم اگر نه آنقدر به ما فهمانده باشد با تعلیمات کتاب مقدس عاید بیرون از وقت و فضا موجود بودن خدا موافقت میکند و اگر ما خدا را همین طور قبول کنیم همه سوال ها عاید آن که پیش از آفریدن عالم او چیکار میکرد معنای خود را گم میکنند. کتاب مقدس تعلیم میدهد که خدا با فقط و فضا محدود نیست و او لازم ندانسته است به ما آشکار نماید که پیش از آفرینش چی بوده است. سلام برادران و خواهران، اگر کلیم معقول شده باشد پادکست حرکت لایک فراموش نکنید. اگر پادکست حرکت لایک مانید اینو به شما به شکر رحمت